هر کس دوستی کردی حوال سنجیدنش لازم وفا و بی وفایی را حوال فهمیدنش لازم اگر او با وفا باشد با او دل دادنش لازم اگر او بی وفا باشد از او دل کندنش لازم آی اول ببی جایتم بدن بمان پایتم از پالوی دور نکن دوست جان فدایتم دایم نوازش بکن رفیق دلخواهتم با نامت ضایع نکن پیاله چایتم وقت شب پیدا کنم باز میت جزایتم مرادش حاصل شود نداره پروایتم آدمای چاپلوس نداره عهد و پیمان آسری کسی سر نکن تا نگیری امتحان نان و نمک میخورن نمیدانن پاس نان آی نان و نمک میخورن نمیدانن پاس نان اول ببی جایتن پسان بمان پایتن از پالوی دور نکن دوست جان فدایتن دایم نوازش بکن رفیق دلخواهتن با نامرد ضایع نکن پیاله چایتن وقت شب پیدا کنن باز میت جزایتن مرادش حاصل شود نداره پروایتن آدمای نامرد اچ نکنی رفاقت در میدان که باشی تو را میتا خجالت در پالویت نباشه در روزای خوب و بد آی در پالویت نباشه در روزای خوب و بد حوال ببی جایتن پسان بمان پایتن از پالویت دور نکن دوستی جان فدایتن دایم نوازش بکن رفیق دلخواهتن با نامرد ضایع نکن پیاله چایتن وقت شب پیدا کنن باز میت جزایتن مرادش حاصل شود نداره پروایتن پایان گیره برده سل بالا گیره برده باد از روزای خوب و بد لازم نیست که کنیم یاد
گذشته ها گذشته آهیم در اعتیاد گذشته ها گذشته آهیم در اعتیاد حول بی جایتن پسند بمان پایتن از پالوی دور نکو دوست جان فدایتن دایم نوازش بکو رفیق دلخواهتن با نامرد سایه نکو پیاده چایتن وقتش پیدا کنه باز می تجزایتن مرادش حاصل شود نداره پروایتن بسیار تشکر سلامت باشید این آهنگ مزه داد بله اگر اجازه کار باشه من از فیروزه یک سوال بپرسم نه از مزه تمیز میگید از سوال کوچکی که معما پیدا شده با من فیروزه نمود همین چیزی که در مثال انگشتر درستان بود معلومات بتین این تو راست میشه کمک موتور واره نه به کمک چرا اگر مثلا این دستان نباشه تورای تنبو شاید نخون آور خب دوستان یک وقت بسیار کوتاه داریم دوباره پس برمیگردیم با ما و با آهنگ جاوید جانم را باشیم برای تبلیغات با این شماره و ایمیل آدرس با ما به تماس شوید. آقا تمام عزیز عید را از این قرار به شما تبریک میگویم. طاعات و عباداتتان قبول درگاه الهی باد. عید سعید فطر مبارک باد. نوی کابل بانک باور ایام با پاسخ اعتماد ملت.